جشن فارغ التحصیلی. رفیقه 12-13 ساله. چه حسی داری؟ چه حسی داری؟ بریم برای خدافزی جانانه با 12ام تجربی. تموم شد دیگه. ما اونجا میشستیم اون دوتای آخر. این ردیف کنم واسه ما بود. من و اکیپم و رفیقام بودیم. خدافز کلاس 12 تجربی. فارغ التحصیلان 12ام تجربی. آخرین زنگ دبیرستان و دانش آموزی. ببین اینجا افتاده. ما هم از اردو اومدیم. بی تربیت افتادیم رو خوابید. اومد خونه ما خوابید دیگه. آره دیگه اینم خلاصه میگم از اردو اومدیم، از جشن فارغ التحصیلی اومدیم. اینقدر خستگی فشار آورده به من.